صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری. فیلم 23 بیشان، بای چچک، بهار آمده است. بای چچک، این را گرفته به خونه میبریم. سلام بیشان. سلام منیژه. سلام سیمور. ما بای چچک چیندیم سیمور. آن را برده به دیگران نشان میدهیم. بهار آمد گفته مژدگانی میگیریم. نه بیژن جان، تو کاری خطا کردی. سال دیگر در اینجا دیگر بای چچک نمیسبزد. برای چی؟ برای آن که تو آن را با ریشش کنده گرفتی. انا ریشش را دیدی؟ این را پیازک میگویند. بای چچک هر سال از همین پیازک میسبزد، اما تو آن را گرفتی. در این میدان اکنون یک گل کم شد. بیژن، بای چچک را به جایش گذاشتن لازم، وگرنه ریشش خشک می شود. خوب شده سیمور. زودتر کاشتن لازم بیشان. سیمور، آخر آدمان گل دسته گرفته به خانه هایشان میبرند کو؟ منیژه، گلها دو خیل می شوند. بعضی خودرویند، بعضی را آدمان خودشان پرورش میکنند. آنها گلهای خودشان پرورش کرده را چیده گل دسته تیار میکنند. در خاطر دارید که گلهای خودروی کم و نازکند. آنها را کندن و بردن، حتی تحفه کردن ممکن نیست. بای چچک هم گل نازک است. تشکر سیمور. ما نین بد گلها را نمیکنیم. نمیکنیم. کار درست میکنید، چون که گل زیب زمین است. از این سبب گلها را احتیاط کنید. گلها فایده دارند. دوست رویکان من. سیمور، چی فایده دارند؟ همین رو هم نمیدانی. ما آنها را تماشا میکنیم. درست گفتی منیژه، تماشا میکنیم. از تماشایشان حلاوت میبریم. اکنون من شما را به عالمی گلها میبرم. این زنبور رو بینه، گل رو میگذد، نیش میزند. وفادار، وای نمیگذد. این زنبور اصل است. وای از گل شهد میگیرد، اصل تیار میکند. سیمور، اصل رو مگر از گل میگیرند؟ گلها مگر قند دارند؟ بله، گلها شیره یعنی قند دارند. زنبور از گل شهد میگیرد. شهد را به زنبورخانه به کندویش میبرد و در کاسچه های تیار کردهش میریزد. بعد آن اصل را زنبور پرور گرفته به ما میدهد. انا دیده؟ ما این را نمیدانستیم سیمور. چه خیلی عجایب بوده است. وفادار، این گل بوی خوش دارد. بوی خوش دارد. مادرم گل را بسیار دوست می‌دارند. برای آن که هم خوشروی است و هم خوشبوی. واقعا عطر خوشبوی هم از گل تیار می شود منیژه. از کدام گل؟ از لاله عطر لاله، از صدبرگ عطر صدبرگ، از بنفشه باشد عطر بنفشه تیار می کنند. برای همین در ظرف عطر و رسمی گل میکشند. بله، برای همین داناچه من. اگر عطر از بنفشه تیار شده باشد، در ظرف آن رسمی بنفشه را میکشند. سیمور، نام خالای من بنفشه است. انا باز یک فایده گلها. از بس که گلها نامهای زیبا دارند، به دختران
نامهای گلها را میگذارند. لاله، صدبرگ. کنی باز نامی کدام گلها را میدانید؟ خیری، نرگیز. نیلوفر. من هم میدانم. سفسن. سیمرغ، این نامی عمه من است. نامی عمه من نامی گل بوده است. اکنون فهمیدم. چی گپ شد وفادار؟ این گل چرکی صدبرگ خور دارد و فوکی تو خورش خلید. این گل چرکی نیست. صدبرگ سیاه است. من گمان کردم که گل سیاهی چرکین است. صدبرگ عادتاً سرخ است، لیکن صدبرگ زرد، نیلابی، حتی کبود و سیاه هم می شود. لاله هم سرخ، زرد، کبود، سفید، حتی سیاه می شود. عموماً هر گل چندین رنگ دارد. من صدبرگ را دوست می‌دارم سیمرغ. ببینید دوست رو یکان من، صدبرگ غنچه بسیار دارد. از صدبرگ گلدسته تیار کردن ممکن است. تشکر بیژن. تشکر سیمرغ. گل صدبرگ هم خوشروی است هم خوشبوی است. باز از صدبرگ مربا هم میپزند. از صدبرگ روغن هم میگیرند که زخمها را شفا میبخشد. گلاب نیز تیار میکنند. از گل صدبرگ چای دم کرده مینوشند. صدبرگ اینقدر فایده‌ناک بوده است و من ندانسته سیاه و چرکین گفتم. درباره گلها از پگاه تا بگاه هم گپ زنیم تمام نمی شود. واه، گلها بسیارند. بله منیژه جان، در عالم هزار گل است. ما من بعد هم به عالم گلها سیاحت میکنیم. حتی در بسیار مملکت ها عید گلها را جشن میگیرند. بس عجایبند گلها. مثلا از بوی گل خجسته، گل بخملک، میخچه گل، حشرات و کرمک و گنبسک های میدان و پالیز میگریزند. از گل انجیبر خاموشک میترسد. در گندمزار گل بنفشه و تگمگل رویند، حاصل زیاد میشود. باز گلها کوچه های شهر را زیبای و خوشبوی میکنند. آفرین منیشا، گلها زیب شهرند. بعضی گلها برای یافتن طلا، نقره، سیماب، مس هم یاری میرسانند. تاجیکستان ما کشوری گلستان است. ما باید گلهای کشور خود را شناسیم و احتیاط کنیم. سیمرغ، من امروز در گلدان گل شنیدم. در پیش تیرزه خانه‌مان میگذارم. کاری خوب میکنی منیژه. من در صحن حولیه‌مان گل صدبرگ میکارم. آفرین بیژن. من گلها را پاسبانی میکنم. آفرین وفادار. اکنون وقت خیر خوش رسید. من شما را باز به دوشنبه برده بعد به کشورهای دیگر سفر میکنم. در آن جایها مرا مثل شما بچه های قابل و داناچه منتظرند.